نواز، سخاوتمند و یتیم پرور و وطن دوستانه شما چون آفتاب تابان جلوه‌گر می شود. آرزوی آن را دارم که چون خورشید مجلا با نورهای جانبخش و نیرومند به بخت ملت تاجیک درخشان باشد. سلامت باشید. من همچون زن مادر با بنیاد عائله سالم، تربیه فرزندان با معرفت و همچون آموزگار به تربیه نسل دانش دوست و وطن پرور محبتم را به وطنم و به شما پیشوای معظم ملت ابراز میکنم. رحمت. وحدت سرای ملت، عهد و وفای ملت، پشت و پناه مایت مردی خدای ملت، خورشید زندگانی اندر سمای ملت. بار دیگر قدم فیضبار و مهربار شما را به دیار اشت خجسته باد میگویم. سلامت باشید. کجا را ختم کردی؟ دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفارов. آموزگاری کدام فن هستی؟ آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک. رحمت. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 که مؤسسه نوبنیاد است درس میگویم. در سال اول برگزاری آزمون دارنده شاه جایزه دور ولایتی بودم. در سال 2021 با 5 نفر شاگردم در دور ولایتی اشتراک کردم. یکی از شاگردانم در دور جمهوریوی سزاوار مقام افتخاری گشت و خودم نیز سزاوار جای دوم گشتم. در جمهوریوی؟ بله در جمهوریوی. احسن. آفرین. خودت چی آرزو داری آنجا؟ من آرزوی سلامتی شما را میکنم. حسن دکتر جان. سلامت باشید. تشکر زیاد. موفقیت شما. موفقیت دکتر جان. سلامت. مرحبا ای خسروی فرخنده سامان، مرحبا شهریاری نیک نامی تاجیکستان، مرحبا در رگ امروز فردا خلق را باور شما، رهنما و پیشوا و رهبر و سرور شما. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی، علیکم السلام. قدم‌های مبارک شما به سرزمین شهرتمند اشت، به دیار شاعر شیرین کلام معدن پانغازی، هنرمند ناتکرار محمود واحد و مکان میوه‌های شهدبار خیر مقدم باد. احمرجان مرسولف هستم، دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 40. شما پیشوای معظم ملت از رادمردان صلح پرور صفا آور هستید که پاره پاره وطن را به هم پیوست نمودید و ملت تاجیک را از ورطه هلاکت ایمن نگاه داشتید. برای ما بخت عظیم است که امروز وطن ما در مقام امانی، ملت ما در فضای آسودگی و فرزندان ما با سلامت و سعادتمند عمر به سر میبرند. شما ادامه دهنده کار و پیکار بزرگان ملت هستید که با وجود خجسته خود به جامعه آرامش، ثبات و نشاط تقدیم نمودید. محترم پیشوای معظم ملت، باعث سرافرازی است که شما همچنین سرور دولت مکتب معارف و علم معرفت را همچنین عامل پیشبرنده جمعیت در مد اول نظر
سیاست خردمندانه خود گذاشته اید. ما اهل معارفچیان ناحیه از غمخواری و هدایت های معارف پرورانه شما بهره‌ور گردیده با روح الهام تازه بهر رشد و نموی ساحه معارف، پیشبردی روند تعلیم و در روحیه وطندوستی و خودآگاهی ملی تربیه نمودن نسل نورس تلاش ورزید ایستادیم. محترم پیشوای معظم ملت، با تشبث و دستگیری شما اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم معارف برای دریافت خوانندگان بالیاقت، استعدادهای جوان، اینچنین اختراعکاران جوان تحقیقات جدی بخشید. همزمان هدایت‌های شما درباره عمیق آموختن زبان‌های خارجی بخصوص زبان انگلیسی و روسی و بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان ما را وادار می‌سازد که در این جاده مسئولیتی بیشتر داشته باشیم. محترم جناب عالی، از هر یک تشریف شما ناحیه ما آباد و زیبا می‌گردد و ده‌ها انشاءات‌های تعیینات گوناگون به استفاده داده می‌شوند، مخصوصاً مؤسسه‌های تعلیمی، کارگاه‌های صنعتی و مرکزهای خدمت‌رسانی که این باعث باز هم بهتر گردیدن شرایط زندگی مردم، روح بلندی و سرافرازی هر یک ساکن ناحیه می‌گردد. از نام کل ساکنان ناحیه اشت، مخصوصاً از نام کارمندان ساحه معارف، بار دیگر محترم پیشوای معظم ملت قدم‌های مبارک شما را خیر مقدم می‌گوییم. در پستی و بلندی دشوار ناپسندید، ایستاده در بری ما 100 سال زنده باشید. سلام علیکم. چقدر خواننده ختم کردن سال گذشتگی مؤثر؟ سال گذشته 35 نفر ختم نمودن. 35 نفر. چند نفرش داخل شدن دانشگاه عالی مملکت؟ در دانشگاه‌های عالی جمهوری تاجیکستان طریق مرکز ملی تستی 28 نفر داخل شدن. 35 28. امسال هم 38 نفر ختم میکنند. الکی 28 نفر به مرکز ملی حجت‌های خود را سپردند و 6 نفر به مکتب‌های عالی فدراسیون روسیه داخل شدند. الکی حجت سپردند. آموزگارا میرسن؟ از همه فنها آموزگارا میرسند برای مؤسسه ما. مشکلی نیست؟ مشکلی نیست. جوانان را هم بگیرین هر سال؟ البته قریب 28 نفر آموزگاران جوان داریم که پیوسته با آنها مشغولیت میبریم، کار میبریم، تربیه مینماییم. حتما جوانان را ما تربیه کردن مدکر. کسب آموزگاری از همه کسب‌های هم پرافتخار است، هم بی‌نهایت دشوار و وزمین است. هر کس آموزگار شده نمیتواند، هر کس نمیشود، هر کس کودک کار کرده نمیتواند. حتی بعضا پدر و مادرها با آموزگار هدیه میکنن. همین خیلی است؟ بله. من دایر به ساحه علم معارف با آموزگاران من بسیار عزت و احترامی کلام دارم. موفقیت شما با من. تشکر جناب عالی. همه سلامت باشید. سلامت باشید. السلام علیکم پیشوای معظم ملت، با کمال احترام قدم‌های مبارک شما را به سرزمین زیبا منظر و زفرمندان ناحیه اشت خیر مقدم میگویم. سلامت باشید. من سابقه دار مهنت ظفر محمدجانов میباشم. محترم جناب عالی، ما سرفراز و سعادتمند هستیم که تحت راهبری شما پیشوای تاجیکان جهان زیر پرچم یگانگی و یکدیگر فهمی آسایشته زندگانی میکنیم. خدمت‌های ارزنده شما را بهر پایداری دولت و نجات ملت ساکنان ناحیه احترام می نمایند.
سیاست خردمندانه عادلانتان را در قلبشان جای کردند. ما افتخار داریم که شما تاجیکستان عزیز را سال از سال آباد و زیبا می‌گردانید و با پیشنهادهای سازنده خود در جهان در مقیاس دنیا معرفی می‌کنید. هنگام سفرهای کاری شما به ناحیه ما کارهای آبادانی سازندگی وسعت می‌یابند. انشاءات‌های نو زمانوی بنیاد می‌گردند. جایهای نو کاری تأسیس می‌یابند. ما افتخار داریم ساکنان ناحیه اشتکی یکی از نخستین سفرهای اولین شما در روزهای برگزاری اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان به حیث راهبری دولت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به ناحیه اشت برگزار گردیده بود. در پیام نوبتی خود محترم جناب عالی شما قید نمودید که سالهای نزدیک از نوسازی راه ماشینگردی اشت خوجند آغاز می‌یابد. این دستور هدایت‌های شما به خاندان هر یک ساکن ناحیه شادی و خرسندی آورد و البته تمام ساکنان ناحیه برای چنین غمخواری‌ها برای چنین هدایت‌های شما به شما عرض سپاس می‌نمایند. محترم جناب عالی ما سابقه‌داران مهنت تعلیم و تربیت نسل نورز و جوانان را وظیفه مقدس خود می‌شماریم. شما در همه برآمدها، گفتارها، صحبتها، سفرهای کاری تاکید می‌کنید که ما آنها را در روی وطن دوستی، خودآگاهی ملی تربیت نماییم. و البته ما باید وطنمان را پیش از همه دوست داریم. استقلالیت و وحدت ملی را چون گوهرک چشم باید احتیاط کنیم. محترم جناب عالی ما ساکنان ناحیه اشت تمنا می‌نماییم که در تاجیکستان عزیز ما با راهبری و راهنمایی شما صلح و وحدت همدیگر فهمی همیشه جاودان پایدار باشد. از توجهتان سپاسگزارم. تشکر. با همه شما من پیش از همه صحت سلامتی عمری دراز تمامی خوشی‌های زندگی را آرزومند هستم. خواهانی آن هستم که هرچی همین آرزوی امیدی که در قلبتان است در دل نیتتان است همه را در همین سال نوی اجدادی ما شما را نصیب گرداند. سلامت باشید. در دوره سفر کاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه اشت در این ناحیه علاوه چند انشاءات دیگر نیز به استفاده داده شدند. در مراسمی به استفاده دهی انشاءات اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان و راهبران وزارت و اداره‌های جمهوریوی اشتراک نمودند. در دوره سفر کاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه اشت در جماعت و شهرک ناحیه یک قطار انشاءات تعییناتشان گوناگون مورد استفاده قرار داده شد. در این زمینه نخست با اشتراک یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نایب به مسائل اقتصادی نعمت الله حکمت الله زاده رهبرت وزارت معارف و علمی مملکت و همچنین رهبرت مقامات اجرایی کمیته دولتی ناحیه اشت در جماعت دهات پانگاز بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 مورد استفاده قرار داده شد. Ooh.
бинои мазкур аз 2 ошёна ва 11 синфхона иборат буда барои 528 нафар дар 2 баст пешбинӣ шудааст. дар маҷмӯъ барои сохтмони муассисаи таълимӣ 2,5 гектар замин ҷудо гардида бинои асосӣ 733 метри мураббаъро ташкил медиҳад. ҳозирин ба сифати корҳои бунёдӣ ва фароҳамсозии имконатҳои мавҷудаи хониш ба дастандаркорон изҳори сипос карда ба фаъолият пардохтани онро дар деҳаи дурдасти кишвар ҷамоати понғосни ноҳияи Ашт натиҷаи амалишавии ҳадафу тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди соҳаи маориф арзёбӣ карданд. иттилоъ дода шуд ки то ба ин дам дар бинои кӯҳнаи мактаби рақами 7 имкониятҳо то ба ин ҳад мавҷуд набуд ва бисёр монеаҳоро дар раванди машғулиятҳо ба бор меовард. акнун баъди ба истифода додани бинои нави таълимӣ ба мушкилоти хонандагону омӯзгорони мактаби рақами 7 нуқта гузошта шуд. боиси хурсандӣ ва ифтихор аст ки имрӯз бинои иловагии нави таълимии муассисаи мо ба истифода дода шуд ки мо солҳои зиёд аз норазои синфхонаҳо мушкилиҳои зиёд доштем. аз ин ғамхориҳои беназири пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи маориф бениҳоят шоду масрурем. ҷавобан ба ин ғамхории беназир кӯшиш ба харҷ медиҳем ки минбаъд ҳам сифати таълиму тарбияро боз ҳам баланд бардошта насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ хештаншиносӣ тарбия намоем. қобил ба зикри хос аст ки корҳои сохтмонӣ аз ҷониби фармоишгар муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо ба анҷом расонида шуда дар рафти бунёди он 50 нафар сохтмончиёни ҳирфавӣ ҷалб гардида буданд. муассиса дорои тамоми имкониятҳои дарсомӯзӣ аз ҷумла синфхонаҳои фаннӣ, компютерӣ бо технологияи насли нав ва тахтаи электронӣ иборат буда ҳамзамон бо системаи махсуси гармидиҳӣ пайваст мебошад. дар саҳни муассиса ҳамчунин майдончаи варзишӣ ва майдон барои гузаронидани дарсҳои ҳарбӣ бунёд гардидааст. саҳн ва роҳрави муассиса сафулакпӯш гардида ороиши гулу бутаҳои атрофи он ба ҳусни бино зебогӣ тоза зам менамояд. баъди боздид аз шароитҳои фароҳам гардида ҳозирин бо коллективи омӯзгорону хонандагон мулоқот карда ба фаъолият пардохтани иншооти мазкурро дар самти бартараф намудани мушкилоти ҷойҳои нишаст нег манидод карданд. иттилоъ дода шуд ки дар ноҳияи Ашт то ба имрӯз 74 муассисаи таълимӣ бо фарогирии 37600 нафар хонанда фаъолият дошта беҳтарин кадрҳои соҳа ба хонандагон дарс мегӯянд. зимни вохӯрӣ бо намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маорифчиёни ноҳияи Ашт аз таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар нисбат ба соҳаи маориф изҳори миннатдорӣ намуда ин дастовардро тӯҳфаи арзандаи ҳукумати мамлакат ба бошандагони ноҳияи Ашт арзёбӣ карданд. ба хотири истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва вусъати корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи Ашт нақшаи чорабиниҳо таъризӣ шуда дар ин замина аллакай як қатор корҳо анҷом дода шуданд. аз ҷумла дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ашт дар маркази шаҳраки Шаҳидон бо иштироки ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ноиб ба масъалаҳои иқтисодӣ Неъматулло Ҳикматуллозода, роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳияи Ашт ва фаъолони ноҳия гулгашти назди боғи Маҳмудҷон Воидов бо таҳияи лавҳаи фахрӣ гӯшаи қаҳрамонони Тоҷикистон ва шарафмандони меҳнат баъди бунёду навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. маврид ба зикр аст ки даромадгоҳи боғи Маҳмудҷон Воидов ки дар маркази шаҳраки Шаҳидон воқеъ аст давоми солҳои охир таъмирталаб буд. бо гузашти наздики 3 моҳ ин гӯшаи ноҳияи Ашт ки макони асосии сайругашти сокинон шумурда мешавад пурра навсозӣ шуда барои хизмати мардум ба фаъолият пардохт. албатта боиси ифтихор ва хушбахтист ки имрӯз ноҳияи дурдасти Ашти мо дар мадди назари муҳтарам пешвои миллат қарор дорад ва ин боиси ифтихору хушбахтии мо мардуми ноҳия аст. ва бубинед ки имрӯз бо қадамҳои накӯи сарвари муаззами давлат ноҳияи дурдасти мо гул шукуфта истодааст. имрӯз дар маркази ноҳияи мо гӯшаи ифтихормандон, гӯшаи шарафмандон, гӯшаи фахрӣ ташкил карда шудааст ки имрӯз боиси ифтихор мебошад. ин ҳама нишони он аст ки амнияти мо тинҷ аст, тоҷикистони мо обод аст. ва бигзор шабу рӯз мо модарон бо унвон дуо мекунем ки ба тоҷикистони гулгулшукуфони мо, ба тоҷикистони биштосои мо, бар сарзамини зебои мо чашми бад нарасад ва рӯз то рӯз чунин
گلشکوفان باشد. همچنین در خیابان مرکزی ناحیه گلگشت قهرمانان تاجیکستان با لوحه شرفمندان مهنت قامت افراخت که به حسن گلگشت مرکزی ناحیه زیبایی دیگر ضم کرد. ضمن بازدید از انشاءات‌های مذکور حاضرین اقدام مذکور را جهت زنده نگاه داشتن خدمت‌های شایان سابقه‌داران نیک ارزیابی کرده، نصب رسم‌های قهرمانان و سابقه‌داران مهنت را که در رشد تمام خواجگی خلق ناحیه و مملکت سهم دارند برای نسل امروزه نمونه عبرت خواندند. در همین جا همچنین نمایندگان حکومت کشور با باشندگان ناحیه صحبت‌های صمیمی انجام داده آنها را برای وسعت کارهای آبادانی و سازندگی هدایت نمودند. با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در تالار کاخ سروش پایتخت با افتخار روز پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت و اداره ها، تشکیلات و مؤسسه ها و ساکنان و مهمانان پایتخت چاره‌بینی با شکوه فرهنگی فراغتی تحت عنوان تو قلب تاجیکستان دوشنبه برگزار گردید. همکارانمان موضوع را ادامه می‌دهند. در آغاز چاره‌بینی فرهنگی معرفتی تحت عنوان تو قلب تاجیکستان دوشنبه نخست با سخن افتتاحی معاون یکم رئیس شهر دوشنبه جمشید تبرزاده برآمد نموده اشتراکچیان را از نام رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی خیر مقدم و با روز پایتخت مبارکباد نمود. ذکر گردید که به شرافت سیاستی با مرام بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های سازنده ثمره‌بخش رئیس شهر دوشنبه پایتخت وطن عزیز ما شهر دوشنبه روز از روز آباد و زیبا گردیده و یکی از پایتخت‌های زیبای جهان تبدیل یافته است. با مقصد تامین پیشرفت ساحه‌های مختلف پایتخت از جمله جهت بهبود بخشیدن حالت اینفراستراکچور، ساختمان و تجدید راه‌های داخلی شهری، تامینات با واسطه نقلیات معاصر جمعیتی، بنیاد کارخانه‌های صنعتی، مؤسسه‌های تعلیمی، انشاءات ورزشی و باغ‌های فرهنگ و فراغتی تا امروز در همکاری و با دستگیری به واسطه ساکنان پایتخت کارهای نظررس عملی گردیدند. سپس در وضعیت تنتنوی به غالبان آزمون‌های کسبی صحابی که تا امروز بخشیده به روز پایتخت گذرانیده شدند جایزه‌های شهرداری سپرده شد. نخست تحفه‌های خاطروی ارزشناک و دیپلم‌ها از جانب نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه به غالبان نیم ماراتون 12 بین‌المللی دوشنبه 2022 در فضای تنتنوی سپرده شد. سپس از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با 198 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، لیسه و گیمنازیاها و کالج و لیسه‌های کسبی تکنیکی پایتخت که طبق قرار رئیس شهر دوشنبه همچون برندگان استیپندیای رئیس شهر دوشنبه برای سال تحصیل 2021-2022 معین شدند به هر کدام مبلغ و شهادتنامه تقدیم کرده شد. سپس غالبان آزمون‌های ساحه معارف، مربی سال، آموزگار سال و خواننده سال با دیپلم و مکافات پولی سرفراز گردانیده شدند. در عرفه تجلیل روز پایتخت طبق قرار رئیس شهر دوشنبه با مقصد جلب خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی با آموزش عمیق فن‌های ریاضی، دقیق و طبیعی، رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی، توسعه اختراعکاری و نوآوری، پیوستن علم با استحصالات، دریافت و معرفی استعدادهای نو، بار اول آزمون شهری تحت عنوان تاج سر جمله هنرهاست علم برگزار گردید که غالبان آن از روی 7 نامیناسیون معین کرده شده با دیپلم و مکافات‌های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سرفراز کرده شدند. همچنین در این مراسم غالبان آزمون شهری زبان دانی جهان دانی بین خوانندگان صنف‌های 5-8 مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و خوانندگان صنف‌های 9-11 لیسه و گیمنازیاها با دیپلم و مکافات پولی قدردانی کرده شدند. مبارک باشد. برگزاری نیم ماراتون بین المللی بخشیده به روز پایتخت به حکم عنعنه درآمده است. این سبقت بین المللی سال تا سال با شکوه و شهامت بیشتر دایر می شود. امروز نیز بیش از 10,000 دونده کسبی و هوسکار از داخل و خارج کشور جهت تجلیل روز پایتخت تاجیکستان در نیم ماراتون بین المللی دوشنبه بزم ورزشی برپا کردند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. صبحگاهان خیابانی حافظ شیرازی شهر دوشنبه قبای ادانه داشت، زیرا بیش از 10,000 نفر دوندگان از داخل و خارج کشور جهت تجلیل از روز پایتخت آنجا جمع شده بودند. در 12مین نیم ماراتون بین المللی هیئت گسترده دوندگان کسبی و غیر کسبی و مردان و زنان جهت نیروسنجی آمادگی می‌دیدند. قابل ذکر است امسال نورسان نیز امکان اشتراک در این مسابقه را دریافت کردند که طبق قرار رئیس شهر دوشنبه نورسان 8 تا 10 ساله
10 تا 12 ساله و 12 تا 15 ساله نیز در مسافه‌های 3 کیلومتر، 5 کیلومتر و 8 کیلومتر می توانند رقابت نمایند. در این مسابقه عنعنوی اشتراک ورزشکاران کشورهای گوناگون و شهرهای برادر شهر دوشنبه و نمایندگان نهادهای بین المللی مقیم تاجیکستان و حتی مهمانان خارجی نیز به ثبت رسیده در مجموع دوندگان از 6 کشور به ثبت رسیده بودند. افزون بر این همه نمایندگان سفارتخانه‌های مقیم تاجیکستان نیز اشتراکچیان همیشگی نیم ماراتن بین المللی دوشنبه می باشند و چنین ابراز نظر کردند. سلام، از صبح صادق به اینجا آمدم تا در این نیم ماراتن اشتراک نمایم. خیلی شدم که دوشنبه چنین مسابقه‌های بین المللی را میزبانی می‌نماید و من با خواهش زیاد در این مسابقه حضور خواهم آورد. مردم تاجیکستان و رهبریت این کشور برای رشد ورزش همه کار را انجام می‌دهند و از طول 8 سالی که من اینجا زندگی می‌کنم آگاه گشتم. انبوه اشتراکیان در آغاز دوی نیم ماراتن با تجلیل روز پایتخت عزیز کشورمان شکوه و شهامت بیشتر افزوده بود، زیرا ساکنان کشور، کارمندان نهاد و کارخانه‌های گوناگون با حضور گسترده خود روز پایتخت را با صمیمیتی خاص جشن می‌گرفتند. نیم ماراتن بین المللی بخشیده به روز پایتخت از سال 2010 دایر می‌شود و همکنون در تقویم مسابقه‌های اساسیه بین المللی ماراتن‌ها شامل شده است. نیم ماراتن بین المللی دوشنبه در مسافه 21 کیلومتر و 97.5 متر برگزار می شود که برای دوندگان کسبی این رشته بسیار مناسب است، زیرا حد اکثر شیب جاده های انتخاب شده در شهر دوشنبه 800 متر را تشکیل می دهد. مسیر دو از نزدیک نوروزگاه از طریق خیابان حافظ شیرازی در محله چارباغ و از آنجا از طریق خیابان رودکی تا میدان دوستی ادامه یافت. نکته جالب نیم ماراتن بین المللی این بود که اکثرا می‌دانستند صاحب مقام‌های افتخاری و یا صاحب جایزه نمی‌شوند، اما جهت سزاوار تجلیل نمودن روز پایتخت و تأمین عمومیت تربیت جسمانی و ورزش و طرز حیات سالم در نیم ماراتن اشتراک نمودند. همینطور سبقت‌ها پرشدت جریان گرفته برای زینه‌های افتخاری مسابقه دوندگان کشورهای اتیوپیا، کنیا، اوکراین، ازبکستان، قرقیزستان داوطلبان اساسی دانسته می شدند که سالهای قبل در نیم ماراتن بین المللی دوشنبه غالب گردیده بودند. در انجام هم اولین شده از خط نهایی نیم ماراتن از میان ورزشگران مرد از کشور کنیا تا لازاروس عبور کرد و این مسافه مسابقه را در 1 ساعت و 5 دقیقه و 39 ثانیه تعیین نمود. در زینه دوم دونده از اتیوپیا تافرا گازا جیرما و در سگانه برتر ویتالی شافر از کشور اوکراین قرار گرفتند. در زینه‌های چهارم تا ششم ورزشگران نورسلطان کنشبکوف از قرقیزستان، شاهرخ دولتوف از ازبکستان و مهراب آدینایف از تاجیکستان قرار گرفتند که آنها نیز صاحب جایزه‌های پولی می‌شوند. اولین بار به تاجیکستان آمدم و غالب نیم ماراتن شدم. سال آینده حتما باز اشتراک میکنم. تشکر به همه آنهایی که این مسابقه سطح بلند را تشکیل کردند. امسال پنجم بار است که در 12 نیم ماراتن بین المللی اشتراک کرده ایستادم و پارسال سزاوار جای پنجم شده بودم و راست گپ حریفان ما پارسال آنقدر قوی نبودند و امسال زیاده از 6 دولت تشریف داشت که بیشتر از جمهوری کنیا و اتیوپیا اینها ورزشگران قوی هستند و ما برابر آنها ایستادگی کرده سزاوار جای ششم شده. میانی بانوان باشد غالب نیم ماراتن بین المللی دوشنبه تکا بکلا اببو از اتیوپیا گردید که مسافه مسابقه را در 1 ساعت و 16 دقیقه و 7 ثانیه تعیین نمود. در سگانه برتر نیاو میری ونگوی از کنیا و گلشنای ستارو از قرقیزستان جای گرفتند. همچنین یکاترینا تونگوسوف از ازبکستان، رجب ماه عبدالله و زلحجه غفورزاده بانوان از تاجیکستان در زینه‌های چهارم تا ششم قرار گرفته آنها نیز جایزه‌های پولی نیم ماراتن دوشنبه را صاحب گردیدند. همانطوری که در بالا ذکر کردیم بسیاری از اشتراکچیان نیم ماراتن نه برای زینه‌های افتخاری و جایزه‌های سبقت بلکه به خاطر تجلیل سزاوار روز پایتخت و همچنین تبلیغ طرز حیات سالم می‌دوند و ورزش را عموماً برای سلامتی انتخاب کردند. من دوست می‌دارم اشتراک کردن به ورزش. همین ماراتن به فکرم قریب 10 بار که اشتراک کردم. هر سال اشتراک میکنم اگر علاج باشد. من هر هفته مشق میکنیم 3 4 5 بار در یک هفته مشق میکنیم. این
به واسطه همین جوان می ایستم. اگر استفاده میبرد تنش زور می ایستد. باید همین خلق کنیم برای همه تا که ما با قوت می ایستیم تا سین سالش دراز زندگی میکنیم با سلامت هم و کمتر برای تندرستی صرف میکنیم. نکته جالب سبقت‌های امسال این بود که تاکنون ورزشکاران مرد افیوپیا و کنیا در 5 نیم ماراتون دوشنبه غالب شده بودند و همکنون بانوان این دو کشور اولین بار پیروزی را از بانوان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در نیم ماراتون دوشنبه را بودند. در هر صورت میتوان گفت بزم ورزشی یعنی همان نیم ماراتون بین‌المللی بخشیده به روز پایتخت با موفقیت و با شکوه و شهامت برگزار شد. همین طور نیم ماراتون بین‌المللی به مناسبت روز پایتخت جمهوری تاجیکستان به انجام رسید و مهمانان و ورزشکاران داخلی ما زینه‌های افتخار را بین هم تقسیم کردند. در میان جایزه‌داران ورزشکاران تاجیک هم هستند، با اینکه زینه‌های اول و دوم را ورزشکاران کشور کنیا و افیوپیا به خود اختصاص دادند. به هر حال به همه آنها هم مبارک باشد و بر ما و تمام ساکنان تاجیکستان هم روز پایتخت مبارک باد. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی نوید که مستقیما منظور شما گردانیدیم. برایتان تنسیتی و خوشبختی و در دوام شب استراحتی با فراغت را آرزو ماندیم. خیر تا دیدار آینده.